در مؤسسه دولتی آثارخانه ملی به افتخار وارد شدن کلیات مولانا جلال الدین بلخی همچون میراث حجتی به فهرست خاطرات جهانی یونسکو نمایش جشنی و رمزی تحت عنوان انعکاس آثار مولانا جلال الدین بلخی در آثارخانه ملی برگزار گردید که در نمایش مذکور همه اون آثار علمی و ادبی و فرهنگی مولانا جلال الدین بلخی به معرض تماشا گذاشته شدند. در قسمت اول نمایش انعکاس آثار مولانا در آثارخانه ملی عکس ها از جریان افتتاح آرامگاه رمزی مولانا که در ناحیه جلال الدین بلخی واقع است به نمایش گذاشته شدند و چگونه که به ما معلوم است 21 مارس سال 2022 پیشوای ملت هنگام سفر کاری به ولایت ختلان آرامگاه رمزی مولانا را در ناحیه جلال الدین بلخی افتتاح نمودند که این آرامگاه با یک صنعت بلند معماری نیاگان ساخته شده است و با سپارش پیشوای ملت یک کف خاک از مرقد اساسی مولانا که در شهر قونیه ترکیه واقع است آورده شده در داخل این آرامگاه گذاشته شد و مساحت عمومی آرامگاه 50 متر مربع را در بر میگیرد و 5 متر بلندی دارد. در داخل آرامگاه باشد اشعار مولانا بلخی با زبان ناب تاجیکی همزمان با خط نیاگان و با زبان انگلیسی زرحل کاری شدند. در قسمت دیگری نمایش باشد عکس ها از جریان برداشتن پرده از روی مجسمه مولانا جلال الدین بلخی به نمایش گذاشته شدند و در شفت این آرامگاه مجسمه مولانا جلال الدین بلخی از جانب پیشوای ملت افتتاح گردید که بلندی این مجسمه 17 متر را در بر میگیرد. البته این از احترام و ارجگذاری به شخصیت های تاریخی و نابغگان ملت تاجیک می باشد. در قسمت دیگری نمایش باشد عکس ها از افتتاح خانه موزه مولانا جلال الدین بلخی به نمایش گذاشته شدند که این خانه موزه نیز از جانب پیشوای ملت افتتاح گردید که مساحت عمومی آن 1000 متر مربع را در بر میگیرد و آن از دو قسمت اساسی عبارت می باشد که قسمت حولی بیرونه و درونه و همزمان از اتاق‌های علاهیده نیز عبارت می باشد که یکی از آنها اتاق درسخوانی می باشد که در اینجا عکس آن به نمایش گذاشته شده است و همزمان در قسمت مرکزی حولی چگونه که ما می‌بینیم یک ستون کنده‌کاری شده به نمایش گذاشته شده است که این رمزی انجام رقص سما می باشد و البته خانه موزه با یک اصول معماری نیاگان تاجیکان منسوب به همون زمان زندگی ادیب ساخته شده است. در قسمت دیگر باشد در قسمت دیگری نمایش عکس ها از نمای عمومی و قسمت داخلی آرامگاه اصلی مولانا جلال الدین بلخی که در شهر قونیه ترکیه واقع است به نمایش گذاشته شدند و البته آرامگاه مولانا جلال الدین بلخی پس از یک سال مرگ ادیب از با سپارش همسر سلیمان سلجوقی ساخته می شود که با یک صنعت بلند معماری اسلامی زینت داده شده است و حتی در قسمت داخلی این آرامگاه کتیبه ها و آیت های قرآنی نیز زینت داده شدند و باید گفت که این آرامگاه سال 1929 به آثارخانه تبدیل می یابد و حالا همچون موضع تاریخی و فرهنگی نیز فعالیت میکند که در یک سال حدود 1.5 میلیون تماشابین از این موضع بازدید به عمل میارند و در این آرامگاه خود مولانا و فرزندان و چند تن از مریدان ایشان دفن شدند. تماشابینان گرامی در گوشه نوبتی باشد نمونه های گوناگون هنر خوشنویسی که از اشعار مولانا جلال الدین بلخی کتابت شدند به نمایش گذاشته شدند و باید گفت که این نمونه های هنر خوشنویسی از جانب خوشنویس و استاد بسیار هم ارجمند سید علیموف سید کامل کتابت شدند. مضمون و محتوای اساسی این نمونه های هنر خوشنویسی را پند و اندرز، اخلاق و آداب، صبر و شکیبایی و اینچنین خودشناسی و خودآگاهی تشکیل می‌دهد
و در اینجا باشد یکی از لوحه‌های هنر خوشنویسی به نمایش گذاشته شده است که این خوشنویسی در روی کاغذ زردچه با رنگ‌های سرخ و کبود یکی از اشعار مولانا که از دفتر دوم مثنوی معنوی گرفته شده است کتابت شده است که شکل آن چنین است: در جهان هر چیز جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. در قسمت حواشی این خوشنویسی باشد این چنین شعر دیگر به این مضمون نوشته شده است که کامل گر خاک گیرد زر شود، ناقص از زر برد خاکستر شود. مولانا جلال الدین بلخی، خط سید عالم. و با همین مضمون زیاده از 8 عدد نمونه های دیگری هنر خوشنویسی که از اشعار بیزوال مولانا جلال الدین بلخی گرفته شده و با یک خط خانه و زیبا با خطهای نستعلیق و خط سرخ کتابت شدند بر این گوشه نمایشگاه به نمایش گذاشته شدند. در گوشه دیگر نمایش یکی از مصوره هایی که خیلی هم نادر می باشد از فوند طلایی آثارخانه ملی به نمایش برآورده شده است. این سیمای ظاهری مولانا جلال الدین بلخی می باشد که از جانب یکی از رسامان مشهور ناسک یفتگی دویدونه یعنی به تصویر رسیده است که این مصوره با یک صنعت بلند رسامی از جانب رسام آفریده شده است که سیمای ظاهری مولانا را به شکل بسیار هم نازکبین تصویر نموده است. یکی از مصوره های دیگری که به نمایش امروزه ما خیلی هم زینت بخشیده است این مصوره می باشد که از جانب رسام شناخته تاجیک دلیر مهتاجوف تصویر یافته است با نام مصوره رومی و البته این مصوره در اساس اثر مشهور مولانا بلخی یعنی در اساس اثر مثنوی معنوی آفریده شده است چگونه که در خود مصوره ما می‌بینیم در قسمت مرکزی آن نی در بالای یک ورق کتاب گذاشته شده است و ما می‌دانیم که دفتر اولی مثنوی با همون بیت بشنو از نی چون حکایت می‌کند آغاز می‌شود و رسام باشد همین را بسیار هم ماهرانه در اثر خود تصویر کرده است و همزمان ما می‌بینیم که یک درخت رو مشاهده میکنیم که از 5 شاخه عبارت است و رسام بسیار هم نازکانه این را تصویر کرده است چون که ما میدونیم که مثنوی معنوی از 6 دفتر عبارت است و یکی از دفترهای آن ناتمام باقی مانده است و این 5 شاخه که در اینجا 5 شاخه درخت تصویر یافته است این همون 5 دفتری مثنوی معنوی را تصویر کرده است و در قسمت پایان مصوره چگونه که ما میبینیم یک سبد پر از سیب است که این همون باغ معرفتی مولانا جلال الدین بلخی می باشد که از جانب رسام بسیار هم در سطح بلند رسامی آفریده شده است. در این گوشه نمایش باشد نسخه های دستنویس و چاپ سنگی مثنوی معنوی جلال الدین بلخی به نمایش گذاشته شدند. در قسمت بالا نسخه مثنوی معنوی چاپ سنگی که 6 دفتر مولانا 6 دفتر مثنوی به شکل مکمل تا حال باقی ماندن به نمایش گذاشته شده است و در قسمت پایان باشد یکی از نسخه های خیلی هم نادر و ارزشمندی مثنوی معنوی می باشد که دستنویس بوده سال 1267 هجری مطابق به سال 1857 میلادی کتابت شده است و چگونه که میبینیم صفحه های اول این نسخه دستنویس بسیار هم با نقش های گوناگون آرا داده شدند و متن اساسی نسخه در 4 سطر کتابت شده است و چگونه که از سرچشمه ها معلوم است مولانا جلال الدین بلخی مثنوی معنوی خود را در اساس درخواست و یا خواهش یکی از مریدانش به نام حسام الدین می نویسد و این شخصیت را مولانا جلال الدین بلخی در دفتر سیوم مثنوی ذکر میکند که در قسمت اولی دفتر سیوم چنین نگاشته شده است که
ای ضیاءالحق حسام الدین بیار، این سیوم دفتر که سنت شد 3 بار. برکشا گنجینه اسرار را، در سیوم دفتر بهل اعذار را. این یعنی خودی مولانا جلال الدین بلخی چون با حسام الدین که هم مریدی او بود و هم بسیار هم یک علاقه دوستی و رفاقت داشتند، نام ایشان را در قسمت اولی دفتر سیوم مثنوی ذکر کرده است. تماشابینان گرامی، در این گوشه باشد آثار باستانشناسی که در نتیجه حفریات‌های باستانشناسی از حدود زادگاه مولانا جلال الدین بلخی، انیقترش از یادگاری کافر قلعه که در ناحیه جلال الدین بلخی واقع است بازیافت گردیدند. این هم باشد خشت با تصویر صحنه شکار و خشت با تصویر انسان می باشند که منسوب به عصرهای 6 و 7 میلادی می باشند. همزمان در اینجا نیز نسخه های دیگری چاپیسنگی مثنوی معنوی و همزمان یکی از نسخه های خیلی هم مشهوری لباب الالبابی حسین واعظی کاشفی که این شرح مثنوی است در عصر 19 به تب رسیده است در شکل نسخ. این نیز از لحاظ تاریخی و هنری فرهنگی ارزش بسیار هم مهم دارد. و در این گوشه باشد یکی از بازیافت‌های خیلی هم جالب و نادر، یعنی تصویر آفتاب و ماهتاب که از گچ ساخته شده است. این بازیافت نیز از حدود زادگاه مولانا از یادگاری کافر قلعه به دست آمده است که منسوب به عصرهای 5 میلادی می باشد. تماشابینان گرامی، در این گوشه باشد نمونه اشعار مولانا جلال الدین بلخی از جانب یکی از هنرمندان مشهور تاجیک اودینایف بختیار در شکل سفال ساخته شدند و همزمان تصویرهای مینیاتورایی که یکی از صنعت والای نیاگان تاجیکان می باشد و از داخل اثرهای مولانا گرفته شدند و هنرمند اینها را بسیار هم با یک صنعت بلند یعنی ساخته است. در گوشه نوبتی باشد دیگر آثار باستانشناسی که در نتیجه حفریات‌های باستانشناسی از زادگاه مولانا جلال الدین بلخی از ناحیه جلال الدین بلخی بازیافت شدند. این هم باشد نمونه‌های گوناگون چراغ‌های برنجی می باشند که منسوب به عصر 10 میلادی هستند و این از اون دلالت می‌دهد که در عصرهای 9 و 10 میلادی یعنی 1000 سال مقدم نیاگان تاجیکان چنین چراغ‌های را در خانه‌های خود وسیع استفاده می‌کردند و همزمان یکی از کوزه‌های دیگر که بسیار هم با یک صنعت بلند ساخته شده است، این هم کوزه برنجی می باشد که منسوب به عصرهای 9 و 10 میلادی بوده از زادگاه مولانا جلال الدین بلخی بازیافت شدند. و در قسمت پایان باشد ظرف‌پاره‌های منقش را می‌بینیم که با نقش‌های گوناگون هندسی و اپیگرافی آرا داده شدند. البته اینها همچون یک ظرف‌پاره عادی نیستند. این از اون گواهی می‌دهد که 1000 سال مقدم نیاگان تاجیکان دارای چنین هنر و صنعت والا بودند که تا امروز اینها حفظ و نگهداری می‌شوند. تماشابینان گرامی، در این گوشه باشد یکی از تحفه‌های خیلی هم نادر، انیقترش طبقه که از سنگ لاجورد با تصویر مولانا جلال الدین بلخی ساخته شده است. این تحفه از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان به استخوان‌های ملی تاجیکستان اهدا گردیده است و در این قسمت باشد همون سرتیفیکاتی که کلیات مولانا جلال الدین بلخی به فهرست خاطرات جهانی یونسکو وارد شده است و کلیات آن هنگام افتتاح نمایش از جانب نماینده یونسکو به آثارخانه ملی تاجیکستان اهدا گردید و این امروز در گوشه نمایشی
намоишгоҳ имрӯзаи мо ба маърази тамошобинон гузошта шудааст. ва дар қисмати поён бошад ду адад сиккаҳои нуқрагиро мебинем, ки соли 2007 ба ифтихори 800-солагии Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ аз ҷониби Бонки Миллии Тоҷикистон зарб зада шуданд ё бароварда шуданд ва имрӯз дар осорхонаи миллӣ махсусан дар ин намоишгоҳ ба маърази дид гузошта шуданд. дар қисмати охири намоишгоҳ бошад мо он осореро таълифшудаеро мебинем, ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар аз ҷониби олимону пажӯҳишгарон, махсусан мавлоношиносон, роҷеъ ба ҳаёту рӯзгор ва осори илмию адабии ин адиби машҳур, мутафаккири бузурги Машриқзамин Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ офарида шуданд, дар ин гӯша ба намоиш гузошта шуданд. خب тамошобинони гиромӣ, дар қисмати марказии намоишгоҳ бошад амсилаи яке аз ёдгориҳои машҳури тоҷикон бо номи Кофирқалъа ба намоиш гузошта шудааст, ки ин ёдгорӣ мансуб ба асрҳои 3-6 милодӣ, яъне ба замони давлатдории Сосониён рабт дорад ва чӣ гунае ки аз сарчашмаҳои таърихӣ ва аз маводҳои бостоншиносӣ бармеояд, ин қалъа аз 3 қисмати асосӣ иборат мебошад, ки ин ҳам бошад Арк, Шаҳристон ва Работ. дар қисмати Арк, яъне ашрофзодагон ба сар мебурданд, қисмати дигар меҳмонсарой ва қисмати дигараш бошад барои зисти одамони маҳал истифода мешуд. ва чӣ гунае ки мебинем атрофи ин қалъа бо хандақҳо ва деворҳои баланди мудофиавӣ иҳота шудааст ва мақсади асосии ин сохтани инҳо аз он иборат буд, ки яъне душман натавонад ба осонӣ ба дохили қалъа ҳуҷум кунад, яъне барои мудофиаи худ чунин шаҳрҳоро, атрофи шаҳрҳоро бо чунин хандақҳо ва деворҳои баланд месохтанд. ва имрӯз Кофирқалъа яке аз ёдгориҳои хело ҳам нодир маҳсуб меёбад, ки дар натиҷаи ҳафриётҳои бостоншиносӣ аз ин мавзеъ осори гаронарзиш хело зиёд бозёфт шуданд, ки қисми зиёди онҳо имрӯз дар толорҳои намоишии Осорхонаи Миллӣ ва махсусан дар намоишгоҳи имрӯзаи мо ба маърази тамошо гузошта шуданд. тамошобинони гиромӣ, дар қисмати марказии намоишгоҳ хоб амсилаи пайкараи Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ба намоиш гузошта шудааст, ки ин пайкара аз ҷониби яке аз ҳунармандони тоҷик Маҷидов Рустам яъне сохта шудааст ва дар асоси ин амсилаи муҷассамаи Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, муҷассамаи он дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ сохта ба истифода дода шудааст ва имрӯз ин муҷассама низ яке аз ашёҳои зиннатдиҳандаи намоиши инъикоси осори Мавлоно дар Осорхонаи Миллӣ мебошад. тамошобинони гиромӣ, ин буд маълумоти мухтасар доир ба намоиши ҷашнӣ таҳти унвони инъикоси осори Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ дар Осорхонаи Миллӣ.